ببین، چارچوب یه چیزیه که توی فرهنگ ما همش دربارش حرف میزنیم. مثلا طرف چارچوب نداره یا آدم چارچوب داریه یا از چارچوب خارج شده. حالا ما داریم وارد عصری میشیم که چارچوبا داره از بین میره، اون چارچوبایی که ساخته شده، حالا هر چی، چارچوبای اخلاقی اجتماعی، اما داره تبدیل به پنچوب میشه. یعنی من فکر نمی‌کنم متلاشی میشه، داره دوباره قاعده خودش رو پیدا میکنه. چجوری میشه چارچوبا رو شکست؟ حالا این چارچوب شکستنه اومده تو کارهای من تو کارام خامی آوردم، نپختگی آوردم، رنگ‌هایی که هنوز خامن، کادرایی که خامن، صورت‌هایی که هنوز دفرمن. این در واقع بیس کار منه. بی‌قاعدگی قاعده کار منه. کاراکترها، شخصیت‌ها، گفتم همون شخصیت‌هایی که من می‌بینم، اینا جهانی هستن که الان دارن زندگی میکنن، جهان امروزن، با همین لباسا، با همین آرایش، با همین مدل مو، با همین این دیگه، این بخشی از الان ایران امروزه. خب من گفتم من مشاهداتم رو گزارش میکنم و این شاید یه بخشی از تاریخ امروز ایران بشه.